قرآن میگه که آقا حالا دیگه عربیشو نمیخونم، من عربی خوندم خیلی بده. میگه به یقین انسان رو از عصاره از گل آفریدیم که مهمل است، انسان از گل نیافریده نشده، این انسان حاصل اسپرم مرد و تخمک زن است، سلول حالا از سلول تخم بدن تشکیل میشه. در سال 1990 میلادی روبرت استرایر استاد دانشگاه آکسفورد در کتاب معروف خودش به نام بیوشیمی میگه 99% از جرم بدن انسان از 8 عنصر اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و فسفر تشکیل شده. و در سال 1995 دکتر دونالد ال اسپراگ در کتاب معروف خودش به نام شیمی خاک با نگرش زیست محیطی میگه عناصر عمده تشکیل دهنده خاک عبارتند از اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم. به راستی شباهت 99% عناصر تشکیل دهنده بدن انسان و گل که مخلوط آب و خاک دلیل بر صدق ادعای خداوند در قرآن نیست که میگه شما را از گل خلق کردیم. آنگاه نطفه را به صورت خون بسته یا علقه درآوردیم، پس آن علقه را گوشت جویده شده یا مزقه یا مزقه قرار دادیم، یا مزقه یا مزقه. این غلطه ها دوستان، این مهمل است. نطفه به خون بسته تبدیل نمیشه. از همون لحظه اول شما نگاه بکنید سلول ها رو میبینید که چگونه دارن تکثیر میشن و توی همون هفته اول به گونه‌ای داره مثل جنین انسان، مثل جنین حیواناته. اصلا خون بسته شده این اشتباهه، گوشت جویده شده نیست، کاملا شبیه یک ماهیه که جای چشم معلومه، جای دست معلومه، جای استخوان ها معلومه. اینطوری نیست. این تصور بیهوده انسان گذشته بود. در حال نکته اینه که شما اگر بخواهید این کتاب رو، ادعاهای این کتاب رو بررسی بکنید با شواهد علمی، خب غلط خلوط در میاد. ولی اگر از اولش فکر کنید که این کتاب کلام خداست، عیبی نداره. اون موقع میتونید هر متن علمی رو، هر چیزی رو که پیدا میشه، یک جوری این کلام خدا رو با او هماهنگ کنید، یه جوری بخونیدش که درست در بیاد، چون شما میخواید از اولش درست در بیاد دیگه. آنتونی فان لیونوگ دانشمند هلندی که به او پدر علم میکروب شناسی دادند، در سال 1677 میلادی کشف میکنه که برای باربری نیاز به ترکیب اسپرم مرد و تخمک زنه. تا قبل از اون مردم فکر میکردن جنین فقط از مایع منی مرد یا از خون قاعدگی زن تشکیل میشه، اما قرآن 1000 سال قبل از اون در آیه 13 سوره مومنون به نطفه یعنی ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن اشاره میکنه. در سال 1956 دکتر آرتور ارتیک استاد دانشگاه هاروارد و همکارش جان راک موفق شدند اولین تصاویر میکروسکوپی از لانه گزینی جنین انسان را ثبت کنند و همچنین کشف میکنه که جنین بین 5 تا 7 روز بعد از لقا به دیواره رحم میچسبه و از خون مادر تغذیه میکنه. اما قرآن 1400 سال قبل از این کشف این مرحله را علقه یعنی چیز چسبیده و آویزان نامیده، مثل زالو که به پوست میچسبه و از خون تغذیه میکنه، در حالی که علم پزشکی تا قرن 20 نمیدونست جنین چطور به رحم میچسبه. و در سال 1890 میلادی ویلهلم ایست دانشمند علوم جنین شناسی با کمک میکروسکوپ کشف میکنه که جنین در هفته‌های 4 تا 6 بارداری شبیه توده نامنظم مثل گوشت جویده شده است. اما قرآن 1200 سال قبل از ایست در آیه